الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. زن بالای شوهر خود حقوق دارد. قسمی که شوهر بالای زن خود حقوق زیادی داره و هر یکی از اینها وقتی که این حقوق را رعایت کنن، الله تعالی زندگی با سعادت و نیکی برای از اینها نصیب میکنه. نه تنها برای از اینها که بلکه این زندگی با سعادت را برای نسل خود به میراث میگذارن و الله تعالی اجر و ثوابی بی پایانی را برشان نصیب میکنه به این اخلاق و آداب و تربیه درستی که به نسل بعدی انتقال دادن. آیتی که خواندم، الله تعالی در این آیت شوهرها را امر میکنه، مردها را: و عاشروهن بالمعروف. شما همراه همسران خود معاشره خوبی بکنید. معاشره خوب در چی است؟ اخلاق درست، گفتار درست، کردار درست. با همسرای خود نهایت ملایم، گپای نیک و همچنان رفتار درست، رفتاری که با اونها انسان متعاون بوده باشه، در خانه همکار بوده باشه و با آنها همدردی نموده خانه را بسازد و اخلاق نهایت پسندیده که دو زشتگویی نبوده باشه، اخلاق درشت نباشه، اخلاقی که تعدی بالای همسر نبوده باشه، اخلاقی که فحش و بدگویی و دا و دشنام برای همسر نبوده باشه، اخلاقی که راز همسر به بیرون انتقال ندهد، اخلاقی که عدل و انصاف باشد او و همچنان نفقه از ایره به درستی آماده کنه و کالا و ضروریاتی که در خانه برش است به قدری که در توانش است برش آماده بکنه. اخلاق درست و معاشره نیک همیره گفته میشه. هر وقتی که اینها زن و شوهر در خانه رفتار درست داشتن، اینها یک خانه حیاتی را اساس میگذارن. خانه‌ای که در اونجا امن است، استقرار است، راحت است. خانه ای را که الله تعالی در سوره الروم اشاره میکنه: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. و از رحمات بی پایان الله تعالی و از قدرت بزرگ الله تعالی این است که خلق کرد از نفس انسان، از نفس مردها، همسری انسانه. همسر انسان ملائک نیست، از جنس ملائک نیست، از جنس جن نیست، از جنس مخلوقات دیگری نیست تا اینکه انسان نفرت پیدا کنه، در میان وحشت صورت بگیره. نخیر، از جنس انسان است. لتسکنوا الیها، تا اینکه شما به این انس بگیرین، تا اینکه زندگی با سکونت داشته باشین، زندگی با اطمینان داشته باشین. هر وقتی که انسان رعایت حقوق همسری را بین زوجین اگر ایره مراعات کرد، در او صورت باز سکونت در خانه می آید. خانه ای که از جنجال خالی بوده باشه، خانه ای که از فحشگویی خالی بوده باشه، خانه ای که از غیبت و شکایت و بدگویی از اینها خالی بوده باشه. نه همسر، زن و نه شوهر، هیچ یک از اینها بالای یکدیگر تعرض نکنن، عیب جویی نکنن یکدیگر، شکایت از زندگی یکدیگر نداشته باشن پیش دیگرها، شکایت از فامیل یکدیگر نداشته باشن. ایتو نشود شوهر همیشه بالای زن طعنه وارد کنه: پدری تو ایتو است، مادری تو خراب است، برادری تو بد اخلاق است، پدری تو انسانیت نداره، کاکای تو همچنان، فامیل تو مردم خوبی نیستن. هیچ وقت بالای همسر خود ایتو اخلاق زشت، رفتاری نادرست و سخنان بد
نشان ندهد. و این ابتدای است که خانه را امو سکونت و برقراری و راحتش از دست میدهد. هر وقتی که خانه ای که این چیزا داخل شد و خانه آهسته آهسته از هم می پاشد، از بین می رود، مودت و رحمت از بین می رود که الله تعالی در ادامه آیت می فرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه. یکی از اهداف بزرگی عروسی، همسری، اینها مودت است، یکدیگر دوست داشته باشند، یکدیگر احترام کنند، یکدیگر نهایت همراهش صمیمیت داشته باشند با یکدیگر. و همچنان رحمت. گاهی اگر اختلاف می آید، گاهی چیزی طبیعی در بشر است، گاهی حتمی اختلافاتی در خانه می آید، اختلاف نظر است، اختلافی در رأی است، اختلافی در اموری از خاندان است. این صورت نشه، باعث نشه اختلاف که انسان زود از همسر خود فاصله بگیرد، زود طلاق بدهد، زود بداخلاقی خود ولی از اون نشان بدهد. نه خیر، رحمت داشته باشه. حتی بعد از طلاق هم الله تعالی می فرماید که ولا تنسوا الفضل بینکم، شما فضل و مهربانی که در اول داشتید او را باز هم فراموش نکنید. پس اسلام دین رحمت است، دین اخلاق است. در میان همسر یعنی زن و شوهر نهایت اخلاق والا و بهتر میخواهد که اینها خوبترین اخلاق در میان خود داشته باشند تا اینکه نسل بعدی که از اینها باقی میمانه از این اخلاق و آداب و رفتار و روشی از اینها متأثر بوده باشه، نه اینکه اخلاق بدی از اینها بالای از اینها تأثیری بدی کنه که نسل به نسل گناهش به اینها هم برسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد خیرکم لاهلی، بهترین شما همون شخصی است که بهتر به اهل خود بوده باشه، نه اینکه در بیرون برای مردم ها اخلاق درست نشان بده، بسیار تعامل خوب داشته باشه، داخل خانه که میشه یک حیوان مفترسی جور شوه، گاهی حمله بالای همسر خود کنه، گاهی حمله بالای پسر خود، بالای دیگر خویشاوندان و اقربای خود حمله های لفظی، حمله های تنی داشته باشه. انسان خوبترین اخلاق و خوبترین رفتار همراه اهل و فامیلی خود بکنه و این انسان بهترین انسان است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من بهتر شما همراه خانواده خود است، یعنی بهترین شما همراه خانواده خود من هستم که اخلاق درست دارم، آدابی درست دارم، روشی درست دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خود متعاون بودن همراه همسرانشان، اخلاق نهایت زیبا داشتن، همه همسران از پیششان خوش بودن، ذره هم اعتراضی بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشتن و الله و رسول انتخاب کردن. وقتی که مسئله ایلا شد اعتراضی اندکی داشتن که ما یعنی به حقوق ما درست نمیرسیم، یعنی حقوقی که مطالبات بیشتری داشتن که زندگی ما از این مرفه تر بوده باشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم برشان اختیار گذاشت که زندگی همین تو فقیرانه و تو زندگی عاجزانه است. اگر اختیار دارین، اگر شما همین زندگی را پسند دارین باشین، ورنه اختیار دارین دیگر میتونین که از من جدا شید. همه ایشان رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب کرده به خاطری که به اخلاق و آداب و روش زیبای رسول الله صلی الله علیه وسلم این زندگی را انتخاب کردن. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم به خود قدوه نیک قرار بدهیم. از تمام رفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی خود همراه فامیل خود، همراه پسران خود، دختران خود استفاده کنیم تا اینکه یک زندگی با سعادت و زندگی نهایت خوبی را در خانه خود تمثیل کنیم و به نسل بعدی را انتقال بدهیم تا اینکه الله هم از ما خوشنود بوده باشه، راضی بوده باشه و نسل‌های بعدی هم کیمیای ما را به خوبی و نیکی یاد بکنن. شریعت اسلام طلاق را در اختیار مرد قرار داده. مرد حق طلاق دارد، می تواند
همسر خود اگر نخواست که زندگی ادامه پیدا کنه طلاق میدهد و به هیچ صورتی این اختیار زن ندارد. زن اگر 100 مرتبه 1000 مرتبه هم طلاق بدهد طلاق از او بیهوده است و طلاق از او واقع هم نمیشه و مخالفت شرع انجام داده، گناه گرفته و باید توبه کند از این الفاظی که استعمال کرده. ما طلاق شدم به فلان و در حقیقت طلاق نشده و مرد باید ای اختیار برش ندهد. اگر گاهی مرد شرط گذاشت در اول زندگی یا در وسط زندگی، هر وقتی گفت که تو هر وقت اگر خواسته باشی طلاق خودت بدهی، این مسئله دیگر است، فرق میکنه. یعنی مرد این شرط در اختیار زن قرار میدهد. در این صورت این مرد گناهگار شده و این زنی رم که هم مطالبه کرده که طلاق در اختیار ما بوده باشه شرط بگذار، این هم گناهگار شده. اینا باید از این گناهشان توبه بکنن و طلاق، علما عده‌ای گفتن که این طلاق واقع میشه، چون مرد امی اختیار به دستی زن داده. یعنی هر وقت خواسته باشی خودت طلاق بدی. پس در این صورت مرد و زن هر دو گناهگار هستن به این شرطی که در میان گذاشتن و طلاق هم واقع میشه. اگر یک طلاق داده باشه دوباره میتونه رجوع کنه، اگر 2 طلاق داده باشه همچنان. در مرتبه سوم طلاق آخری دیگر نمیتونه که با هم زندگی خود ادامه بدهن و باید زن همراه کسی دیگری شوهر کنه. باز اگر او طلاق داد باز میتونه که به شوهری اولی واپس شوه. در غیر از او زن به این حرام قرار میگیره. بارک الله فیکم.